این درا رو ببین. در نبود اینجا ها. یو چطورین بچه ها؟ عرفان هستم. خوش اومدید به پارت بعدی بازی سامر آف 58. تو پارت بعدی دیدیم که حسابی پاره شدیم. الانم بدون معطلی بریم ببینیم که پارت 2 چی در انتظارمونه. پس let's fucking go بریم ببینیم که چی میشه. اول گیم گفتش که برق ساختمون رفته، مثل این که حالا نوشتم اینو باید برمونیم. لایتره. این الان همون شب سال 58 اگر اشتباه نکنم که اون وقایع اتفاق افتاده، همون کشتار و اینا اگر اشتباه نکنم. این نمیشه چیز کرد. پزشکا تشخیص اشتباهی رو برای ایوان انجام دادن. اون به پیوند قلب نیاز داره. فقط این میتونه که به اون کمک کنه. من دیگه قدرت جنگیدن با دکترها رو ندارم. تصمیم گرفتم که دیگه با اونا ارتباطی نداشته باشم. من خودم پسرم رو شفا خواهم داد. مهم نیست که چقدر طول میکشه. خب باز نمیشه. گفت سنده. Someone found and hide my key to the safe. مرسی. کلیدشو قایم کرد. این ورا خبری نیست. این نمیشه برداشت. خب مثل این که باید بریم بیرون. همون جایی که ما الان هستیم. ایوه. Children currently are asleep. I won't bother them. بچه ها خوابن. نباید بیدارشون کنن. چی ترکید اینجا؟ اینو باز نمیشه. آها این باز میشه. خب بردار. نمیری بیرون. چی؟ اینو که اینجوری کرد. یک عدد نامه. خب بابا. Anna, we need to run. It's all because of the director. I was spying on her. She was talking to someone about something bad. You have to believe me. Warn everyone. We don't have much time until I hide her key in the closet. You can make it. Help me. میگه انا باید فرار کنیم. همش به خاطر دایرکتوره. من داشتم جاسوسیشو میکردم، اون داشت در مورد یه چیزی خیلی بد صحبت میکرد. تو باید باورم داشته باشی. به همه هشدار بده. زیاد زمان نداریم تا وقتی که کلیداشو قایم کنیم تو کلوزت. ما میتونیم انجامش بدیم. کمکم کن. یکی پشتم راه رفت اگر اشتباه نکنم. یکی پشتم. The key to the safe. نمیشه قطعش کنی؟ ببندیم. یکی داره نفس میگیره. Yakov Parsa stole the second gas. گاز یاکوب. I need to spray sleeping gas so that all the children can be transferred to the hospital for surgery and then returned back.
گازو میخواد تو اتاق بچه ها بزنه که بچه ها برن بیمارستان. حالا نمیدونم چه غلطی میخوام کنم، ولی میخواد این گازو پخش کنن تو اتاق بچه ها که برن بیمارستان. ما با الکس سرویج تو یتیم خونه کار میکردیم. بعدش من بی احتیاطی کردم و شکایتی دریافت کردم. دایرکتور مجبور شد پناهگاه رو ببنده. من از کادر پزشکی به حالت تعلیق در اومدم. الان من همچین اشتباهی نخواهم کرد، چون فقط اون در مورد توافق ما میدونه. من باید برای جمع‌آوری کلیه‌های خود مردم رو پیدا کنم و الکس سرویج به انجام یک عمل پیوند قلب برای ایوان کمک خواهد کرد. طبق تمام شاخصهای سوابق پزشکی، یاکوو یه اهدا کننده ایدئاله. من یه حادثه برقرار خواهم کرد و هیچ کس به دنبال او نمیگرده. که اینطور پس چیز دیگه نیست اینجا. همین این نمیشه برداشت. یه پسر خاص، یاکوف، به اردوگاه اومد. اون والدین یا بستگانی نداره. اون مورد علاقه من شد چون اون خیلی شبیه پسرم ایوانه. من واقعا میخوام اونو ببینم. یاکوف پسر خوبیه، اگرچه اون صحبت نمیکنه، اما اون همه چیز رو میفهمه و هر کاری که میخوام انجام بدم. بعد از ظهر من مجبور شدم با الکسی در پناهگاهی که قبلا کار میکردیم ملاقات کنم. اون به من دستور داد که امشب توافق خودش رو انجام بده. اون روز فرا رسید. یاکوف تو این زمینه به من کمک میکنه. قبل از رفتن به رختخواب بچه ها همیشه داستانه ترسناکی درست میکنن، در حالی که مشاورا اونا رو به رختخواب میبرن. این میتونه اونها رو منحرف کنه. توهم زدم یکی اینجا بود. Need to put the gas counter. فکر کنم گفت باید گازو بذارم زیر اتاق. نکن بینو، نکن آجی. عجب. یکی کنارمه. وای بیشتر. عجب. You were told. Cross it out to the get out of here. Leave this play alone. میگه که بهت گفتم اینجا برو، اینجا رو ترک کن. درسته. It's locked. There is someone behind it. یعنی چیه که پشت اینجا سیه؟ There are empty pages left in Maria there. You can use them to answer. I hear him standing outside the door. میگه تو دفترچه ماریا یه سری برگای خالی بود، میتونم باش صحبت کنم. I know what happened here. Let me help you. Tell me, who are you? من میدونم اینجا چه اتفاق افتاده. بذار کمکت کنم. بهم بگو تو کی هستی. تلفن زنگ می‌خوره. درست. خب جوابمون رو نداد. Holy shit. ریدم.
گفت که یکی دیگه باید بنویسم. I read that people were kill you here. Do you do that? Tell me. And then I can help you. من خوندم که مردم اینجا کشته شدن. تو این کارو کردی بهم بگو و میتونم بهت کمک کنم. واو. یه در بزن شد سریعتر. بابا بودو بنویس. I was excused but I didn't do it. Get out of here. من این کارو نکردم و اینجا گم شو برو بیرون. خدافظ. آجی بچه دوید اینجا رفت. What the fuck? Work! Boo! یه بار دیگه. Is your name Yakov? Have you been living here alone for many years? اسمت یاکوبه؟ تو اینجا برای سالیان سال تنها زندگی میکنی؟ بابا گم شو بیرون. Whoa, نه what the fuck. خواهی که Yes, here I can communicate with my friends. We guard this place because it is our home. A lot of people came here just to break our things, but my friends helped me to drive away strangers. I'm afraid that someone will see me and tell me that I live here and those people will come for me. آره من اینجا میتونم با دوستام ارتباط برقرار کنم. ما از این مکان محافظت بکنیم چون اینجا خونمونه. خیلی مردم اومدن اینجا تو چیزامونو بشکنن، تخریب کنن و اینا، ولی دوستان بهم کمک کردن که اونا رو فراری بدم و بعدم میاد که کسی من رو ببینه یا کسی بگه اینجا زندگی میکنم تا مردم ها بیان اینجا. پشت سرمونه. ای کس میخواد بنویسی. Who are your friends? Why are they here too? دوستات کیان؟ چرا اونا اینجا؟ آجی بیا برو گم شو بیرون سر جدت اذیت نکن. همینجا وای میستم تا نامه رو بگم. شاید سریع میشه. ارواح این مکان کسایی که اینجا شکنجه شدن و در اینجا گیر افتادن
اون روز عصر بعد از اینکه برق رفت یه نفری اومد. احتمالا این شخصی بود که با دایرکتور صحبت کرد. اون منو پیدا نکرد. من فکر میکنم که به همین دلیل اون همه ساکنان اینجا رو مسموم کرد. خب صحیح. بگی بنویس اینجوری. All this was planned by the director of the camp. What are you talking about? What kind of person was she talking to? میگه همه این نقشا زیر سر دایرکتور کمپ بوده. در مورد چی صحبت میکنید؟ در مورد کدوم افراد صحبت میکنید؟ بیا دوست باشیم. بندازون نوبره، بندازون نامو. همینجا میشینم تکون نمیخورم. همش زیر سرمونه. من دیدم که دایرکتور توی یه بیمارستان قدیمی که نزدیک اردوگاهه با کسی صحبت میکنن. اونا توافق کردن که شبا کار خودشون رو انجام بدن. بعدش فهمیدم که مربوط به ماست، اما نمیتونم به همه هشدار بدم. من ندیدم دیگه کی اونجاست، چون میترسیدم و خفیه میشدم. صبح به داخل ساختمون میرفتم و هیچ کسی رو پیدا نمیکردم. صندوق امانت هم اونجا نبود. من فکر میکردم اون مرد دستیاراش همه رو دور کرده و اجساد اونا رو توی اون ساختمون پنهون کرده. مجبور شدم اینجا بمونم و زندگی کنم. فقط گاهی به اتاقا میرم. که اینطور That building abounded. Can I get there? اون ساختمون میتونم اونجا برم؟ بابا نرو. اون ما رو پاره کردی. Yakov doesn't answer anymore. It's time to go to the abandoned hospital. Whoa, حاجی تو بیمارستان نه. پاره ایم حاجی، باور کن پاره. شب سوم Yakov said okay, proof here, let's take a look around. یاکوب گفت اینجا میتونم یه سری چیزی پیدا کنم. یه نگاهی به این اطراف بندازم. میگفت چی بریم بیرون. I just came here, I need to find the proof. بابا proof رو پیدا نکن، بمیر. صدا میاد. حاجی یکی اومد. گو خوردم.
اینجا باید بریم. خیلی داره سر و صدا میاد. چیزی رد شد که من ندیدم. آجی گوخ. سال 1946 پس از جنگ ده‌ها کودک پس از دست دادن والدین خودشون توی پناهگاه به سر می‌بردن. یتیمخونه برای نگهداری و تربیت یتیم‌ها تحت رهبری ارتش کار صحیح. پشتمه. ببین نمیخوام پشتم رو نگاه کنم، آروم برمیگم. This door leads to another corridor. I have the angel bring the backpack. بابا اویدنس پیدا نکن، گم شو بیرون. The doctor of the orphanage was detained for the illegal organ trafficking for 6 years. He furthermore made the incorrect diamond to remove the kidney. The director. عجب که اینطور از همه جا داره صدا میاد. وای ببین من ازت نمیترسم. خب This place won't let me go. I have to finish what I start. مکان نمیذاره برم با چیزی که شروع کردم بکنم. سیکتیر کن. نترسیدم. عرض برقی. I know what I'm doing, it's wrong, but I have to no choice. I have to save my son, Ivan. I was lucky that Alex is agreed to help. I mustn't let him down, no one should. من میدونم که دارم اشتباه میکنم ولی هیچ چاره ای ندارم. باید پسرم ایوانو نجات بدم. خیلی خوششانسم که الکسی
قبول کرد که کمک کنه. No one should know about our afraid. نباید کسی خبردار بشه. وای ریدم تو خودم. I didn't have time to save him. I don't believe it. This can be happening. This can be happening. This is not like Vanechka. I save him. I need to find a donor urgently. من وقتی برای نجاتش ندارم. نمیتونم باور کنم. این نمیتونه اتفاق بیفته. این ونچکا این من نیست. ونچکا نمیدونم چیه. من رو نجات خواهم داد. من باید خیلی سریع یه اهدا کننده پیدا کنم. ببند اینو. سر و صدا نکن. نمیشه ببندی؟ مرسی. قشنگ معلومه ریدم تو خود. The battery of the angle grinder has run out. مرسی باتریش هم که تمام شد. اینا باز نمیشن. خب الان چیکار کنم؟ بهش مدرک تو جمع کردی دیگه، حالا برو گم شو بیرون دیگه. اینو خوندی؟ آره اینو کردیم کامل. با من کاری نداشته باش. این درا رو ببین.
در نبود اینجا. وای 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 گم شو بیرون. یعنی چی؟ من نمیرم. آی فاک. یکی پشتمه. نپر تو صورت. اوه اومدیم این ور. Everybody doing after all this. چجوری بدنش چیز نشده؟ خب زهر ما. من دیگه حاجی گو خوردم. بذار من اینو بخونم. افتاد پایین. Let the one who find me feel the pain of a mother who has lost her child. I curse everyone who couldn't help me. And I'm not just going to leave. I will be back. بذار اون کسی که پیدا میکنه درد مادری که پسرش از دست داده رو بچشه. من همه رو نفرین میکنم. هر کسی که نتونه به من کمک کنه و من ترک میکنم و برخواهم گشت یعنی و برمیگردم. الان اینو بذارم زمین نگاه کنم سمت چپم منو میکنم. Which means that we're going to return. در کو پشتمه. اینجا اسنادی مربوط به سال 1958 هست. الکسی که در مورد اون ماریا صحبت کرد و اون پاسخ داد که دیگه توی این کار شرکت نمیکنه و از همکاری با اون دست میکشه. حالا سوال اینجاست که وقتی یاکوب اونو دید با کی صحبت میکرد؟ چیزی دیگه وجود داره. سند گواهی پسرش ایوان. اون تو پاییز سال 1950 مرد. ظاهرا اون دیگه نتونست تحمل کنه و دیوونه شد. اون انقدر میخواست اونو نجات بده که ارتباط خودش رو با واقعیت از دست داد. زن بیچاره. صحیح. ولی دلیل نمیشه الان نگم خواهی کردم و الان پشتمه. This certificate مرگ.
گواهی مرگ، گواهی فوت. پشتمه. من میرم دور بازی میکنم. دلش کن. پشمان. Wait! Need to get out of here soon. بمیری اله. خیلی حرومزاده. گم شو بیرون. هیچ جا رو نگاه نمیکنم، همینجوری سرمو میندازم پایین میرم فقط. برده به گم شو بیرون. آه 3 هفته بعد. این الان 3 هفته است اینجایی؟ توی کس Hello Yakov. No longer need to be afraid that we will be bound and we can wound someone that I can't take this place now alone. No. Your friend Alex Morton. I am glad investing turned out to be interesting and we can manage to Yakov. اوکی تموم شد. اوکی صبر میکنم ببینم تموم شدش واقعا یا نه. Summer of 58. A few days later. چند روز بعد. حاجی ادامه داره؟ اینجا کجاست؟ اومدیم یه جای دیگه. خیلی کس. The battery is dead. باتری هم نداری. I'd wed the person who bought this house, but after his
حاجی پایین برم پارم. پشتمه. What? پشت سرمونه. To be continue. اوکی. خب بچه اینم بود از گیم سامرا 58. خیلی حال کردم باش، یعنی جدی تخ کردم. مرسی که نگاه کردید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. فردا شب اگه تونستم یه گیم دیگه میذارم. مراقب خودتون باشید. فردا شب میبینمتون. فعلا پیس.